خدای دوست دارم. این عشق بی نهایتی که نمیذاره یک لحظه آروم باشم، عشق بی نهایتی که نمیذاره یک لحظه آروم باشم. Say, O my servants who have transgressed against themselves by sinning, do not despair of the mercy of Allah. بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان. از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. خدا بی نهایت بنده هاشو دوست داره. حدودش معلوم نمیشه. رحمت خدا رو که میبینیم میفهمیم خدا چقدر بنده هاشو دوست داره. مگه تو این عالم چقدر رحمت خدا رو میشه دید؟ رحمتی که بین همه مخلوقات در تمام صنوف، انواع و اقسام حیوانات، انسان ها، تو این ادوار بلند تاریخ، روی این زمین اومده، تو این عالم دنیا اومده و رفته. میگه تمام رحمی که بین مخلوقات در عالم دنیا وجود داره، اگه رحمت خدا رو 100 قسمت بکنی، این یک قسمتشه فقط. خدا بی نهایت بنده‌اش دوست داره. یعنی یک قسم رحمت خدا رو بین تمام مخلوقات تقسیم کردن، اینی شده که دارید میبینید تو این عالم. 99 قسمتش رو در قیامت خدا رو میکنه. یعنی حتی از رو رحمت دنیاییش هم نمیشه بفهمیم چقدر ما رو دوست داره، چون این یک از صده. همونی که امام صادق علیه السلام فرمود اگر بدونید خدا چقدر شما رو دوست داره، از خوشحالی میترکید، روح تو بدن نمیمونه، سینه تحمل نمیکنه. یعنی اونقدر فشار خونت میره بالا، این سینه منهدم میشه از خوشحالی. ملا هادی سبزواری سر درس خداشناسی از دنیا رفت، هی صفات خدا رو گفت، یه دفعه گفت دیگر طاقت ندارم، سرش گذاشت رو کتاب، از دنیا رفت. تحمل نتونست بکنه این بی نهایت رحمت رو. خدایی که این همه ما رو دوست داره، اختیار ما رو دست هر کسی میده؟ خدا پیامبرش رو تربیت کرد، ادب کرد و او این ادب رو پذیرفت. یعنی خدا شد معلم پیامبر اکرم، تعلیم داد هر اون چی که باید تعلیم میداد و پیامبر یه متعلم درجه یکی بود. تو تمام این عالم مثل پیامبر سر این کلاس نشسته بوده که تمام اون چی که خدا رو میخواست، اونجوری که خدا میخواست، به اون کیفیتی که خدا میخواست پذیرفت و قبول کرد و تمکین کرد. بعد ادامه روایت میگه و فوض الیه امر دینه، تازه بعد اینکه تربیتش کرد و او تربیت پذیرفت، خدا اختیار بهش داد، امور دین رو تفویض به پیامبر کرد. شعیب پیامبر همونیه که خدا بهش وحی فرستاد، شعیب این همه گریه میکنی چیه؟ تو نخ بهشتی؟ نعمات بهشت چشمتو گرفته، بیقرارت کرده؟ گفت خدایا نه. ها ترس جهنمه؟ گفت خدایا نه. پس چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت خدای دوست دارم. این عشق بی نهایتی که نمیذاره یک لحظه آروم باشم. خدا یه دونه علی بیشتر نداشته، اونم شده آقای ما، شده امام ما. یعنی ببین چقدر خدا دوست داره. یکی یه دونه عالم علیه، خدا اختیار تو رو داده دست علی، دست یکی یه دونهش. خدا اختیار ما رو به کسایی داده که حاضرن بذل کنن جانشون رو برای دستگیری از ما و اگه تو این مسیر ما بدی به اونها بکنیم، اونها صابر بر این بلا هستن که از طرف ما برای اونها ایجاد شده. العلماء ورثة الانبیاء، این مفهومش نیست همه، هر عالمی، هر دانایی میتونه تولیت مردم رو به عهده بگیره. این خبران نیست. مگه خدا میاد بندهاشو به هر کسی بسپره؟ هر کی 4 تا کلمه عربی برقرار کرد که مسئولیت به عهدهش نمیذاره. میشه مگه خدا رو دوست داشته باشی خلق خدا رو دوست نداشته باشی؟ امکان نداره. دروغ میگه کسی بگه من خدا رو دوست دارم و مخلوقات خدا رو دوست نداشته باشه. العلماء ورثة الانبیاء، کدوم عالم؟ آستابالحسن اصفهانی. این جمله مال ایشونه. میگه دوست دارم از خدا بخوام خدای منو ببر تو جهنم، اونقدر جسم منو بزرگ کن که تمام جهنم تو پر کنه، کس دیگه وارد جهنم نشه.
این به زبان کودکی با ما صحبت کرده، خواسته بگه آقا من حاضرم عذاب تو بیاد سر من، تو خار به پات نره، چون من وارث اون پیامبریم که قرآن وقتی میخواد توصیفش کنه میگه عزیزون علیه ما عنتم، خار به پا شما میره اون داد میزنه، نمیتونه پیامبر ببینه این صحنه. میرزای شیرازی 24 ساعت تو حالت سکرات موت موند. یه بار که به حال اومد یکی از علما کنارش بهش گفت میرزا برو دیگه، چیکار میکنی؟ بکن دیگه از این دنیا. گفت به عزرائیل گفتم شفاعت تمام مقلدینم رو امضا کنی جون میدم و علاج میدم. تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر قصه شدی، نزا خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام.